خب سلام به همه، چطورین؟ من نیما و تو این ویدیو قراره نقد و بررسی کلی بازی لیتل نایتمرز 3 رو داشته باشیم. بازی که به زودی عرضه میشه. اگه دوست داشتی تا آخر ویدیو رو ببین. پس بریم سراغ ویدیو. این بازی به عنوان دنباله‌ای مستقل از 2 قسمت اول لیتل نایتمرز به شمار می رود. داستان بازی در مورد 2 قهرمان کوچک به نام‌های الون و لو است که در یک دنیای عجیب گیر افتادند و اینجا میفهمیم متاسفانه خبری از کاراکترهای قبلی بازی یعنی مونا و سیکس در نسخه دوم نیست. پسر یک نقاب زاغ بر سر دارد و دختر یک ماسک عجیب با دم خوک که هر دو فیس های عجیبی دارند و نسبت به نسخه های قبلی فرق کردند. آنها در مکانی ناکجا آباد و نامشخص در حال حرکت هستند و از دست تهدیدی که به دنبالشان است فرار می‌کنند. ماجراجویی جوی با عناصر پلتفرم‌های اسکرول جانبی خواهد بود که در آن پازل‌های منطقی را حل می‌کنیم، می‌دویم و از هیولاها پنهان می‌شویم. علاوه بر این شخصیت‌های اصلی به آیتم‌های ویژه مجهز خواهند شد که به نحوه همکاری ما در کوآپ تأثیر می‌گذارند. به عنوان مثال در نسخه نمایشی گیم پلی الون از یک آچار برای شکستن دیوار یا فعال کردن مکانیزم‌ها استفاده می‌کند. از سوی دیگر لو یک کمان حمل می‌کند و جعبه‌های چوبی بزرگ یا حشرات مزاحم را با یک تیر به سمت پایین شلیک می‌کند. همانند نسخه‌های پیشین خود این بازی نیز در جهانی دونیم بعدی اتفاق می‌افتد. در دنیای منحصر به فرد لیتل نایتمرز وارد یک ماجراجویی جدید شوید. همونطور که گفتم در لیتل نایتمرز 3 شما سفر 2 کاراکتر جدید به اسم الون و لو را دنبال می کنید، زیرا آنها به دنبال مسیری می گردند که بتوانند آنها را از ناکجا آباد خارج کنند. باسفایت های این بازی از سوسک های شوم گرفته تا بچه غول پیکر با چراغی در چشم خود که مدام در حال تعقیب کردن و سعی در گرفتن شما هستش و 2 تا از باس فایت های گنده و در عین حال خطرناک به شما میاد. این بازی در 3 مکان مختلف روایت میشه: صحرای اسرارآمیز، نمایشگاه سرگرمی و کارخانه آبنبات که میشه گفت یکی از نکات قوت این بازی خواهد بود. این 2 دوست در داخل مارپیچ مجموعه‌ای از مکان‌های نگران کننده به دام افتادند و باید با هم کار کنند تا در یک دنیای خطرناک پر از توهم زنده بمانند و از چنگ تهدیدی که در سایه‌ها پنهان شده است فرار کنند. 2 دوست را در حالی که به دنبال راهی برای خروج از ناکجا آباد می‌گردند در دنیای تهدیدآمیز راهنمایی می‌کنید. در یک دنیای کاملا جدید از توهمات حرکت کنید، وارد یک ماجراجویی از طریق مارپیس خوشه‌ای از سرزمین‌های دیستوپیایی شوید. با یک هوش مصنوعی یا با دوست خود با استفاده از کوآپ آنلاین به تنهایی بازی کنید و برای حل پازل‌های پیچیده و دفاع از خود در برابر دشمنان کوچکتر با هم کار کنید. برای اولین بار در این فرانچایز با ترس‌های دوران کودکی خود با یک دوست و به همراه یک هوش مصنوعی روبرو شوید. این بازی در تاریخ 2025 برای کنسول‌های PS4, PS5, PC, Xbox سری S, X و وان و نینتندو سویچ منتشر خواهد شد. خب بچه‌ها، اینم از نقد و بررسی بازی لیتل نایتمرز. امیدوارم خوشتون اومده باشه. تا ویدیوی دیگه، بدرود.